سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد عزیز یک سوال داشتیم همین جواب میگفتید مثال مردها خودشون اپیراتsia کرده زن میکنن همونو را بجانه گرفتن جایزه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، این عمل حرام است. وقتی که الله سبحانه و تعالی انسان را آفرید، شیطان سوگند یاد کرده بود که آنها را گمراه میکند و از جمله سوگندهایی که یاد کرده بود فلیغیرن خلق الله، من آنها را چنان از پیش و از قفا، از راست و چپ چنان وسوسه میکنم که آنها خلق الله تعالی را تغییر میدهند. بنابراین تغییر دادن خلق الله تعالی این حرام است. مردی که خود را زن کرده است یعنی که وی مرد باقی میماند. بنابراین بعضی علما خیلی علمی وسیع داشتند، در تمام فنها متمکن بودند و از خود به نهایت باوری کلان داشتند. میگویند وقتی که به امریکا سفر کردیم، یک زن پرسید که مقصد من مرد بودم و شوهرم اصلا زن بود که خود را مرد کرده است و ما اسلام قبول کردیم و خانه‌دار شدیم، یعنی هر دو مسلمان، یعنی بعد تغییر جنس اسلام قبول کردگی هستند، چون که حیاتشان دیگه حیاتی مبدل به دوزخ می شود. بعد از آن وقتی که خانه‌دار شدیم از ما 2 فرزند به دنیا آمد میکنه. اکنون همین فرزندهای کی است؟ برای آنکه این به کی نسبت داده می شود؟ اصلا در شریعت اسلامی باید کودک به پدر نسبت داده شود. حالا اکنون پدر این کودک کی است؟ پدر این کودک من هستم میگوید زن که اصلا مرد است، یا پدرش است که اصلا این زن است، یا اینکه مثلا عضوی مردانه که این زن از آن دیگر مرد را گرفته به این شناندند که از عضو یک مرد بیگانه که به این با طریق جراحت پیوست شده است این کودک به دنیا آمد. وقتی که این سوال برایم داده شد میگن، بعد فهمیدم که یعنی ما هیچ علمی نداشتیم، با وجود اینکه تمام کتاب ها را حفظ میدانستند و یک بحر در علوم دینی و دنیوی بودند. یعنی این سخن را در ابتدای شرح فن اصول فقه این سخن را گفتند. برای چی؟ برای آنکه طالبین باید فن اصول الفقه را خواند، تا اینکه این مسئله ها در کتاب های قدیمه ها نیست که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و از قاضی ابو یوسف و از محمد ابن حسن و از زفر و از کرخی و از امام مالک و شافعی و احمد و امام بخاری نقل کنید. دیگه این مسئله معاصر است. دیگر باید علمای معاصر در این زمان یعنی کمری همت ببندن برای چنین مسئله های مشکل را حل کردن. یعنی خلاصه این عمل حرام است و باید آنها را دستگیری کرده نشود. و یک استاد ما احکام الجراحات الطبیه به نام کتاب دارن، رساله دکترا هست، میتوانید به آن برگردید. خلاصه خانه‌دار نشوید چون که اصلا مرد است. والله تعالی اعلم.